Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston, asosguzori sulh va vahdat milliy, peshvoyi millat, muhtaram Emomali Rahmon. یک جوان تشکر. همدیاران عزیز، کل ساکنان ناحیه رشت و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار جشن 33 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان عزیزمان صمیمانه تبریک میگویم. استقلال و آزادی برای ما نعمتی عزیزترین زندگی و ثروتی مقدسترین می باشد که از برکت آن امروز هر یک فرد تاجیکستان در وطن آزاد خود حیات آرام و آسوده و شرایط و امکانیت کار و فعالیت سازنده و آبادگرانه دارد. ما در چند روزی سفر کاری خود بر علا مشاهده کردیم که ساکنان وانگ ناوسی وادی رشت از جمله ناحیه رشت برای سزاوار استقبال نمودن این جشن مقدس و بزرگ کارهای نظررس آبادانی و سازندگی را به راه ماندند. باعث خوشنودی است که از ابتدای آمادگی به تجلیل باشکوه جشن صاحب استقلالی مملکت در حیات مردم کشور یک مرحله روبلندی بی سابقه آغاز گردیده به خرد و بزرگ تاجیکستان در راه باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن وطن عزیزمان الهام و نیروی تازه می باشد. با اعتماد کامل ابراز می دارم که در آینده نزدیک با دستگیری حکومت مملکت و زحمت صادقانه مردم وطن عزیز ما از جمله ناحیه‌های وادی رشت نسبت به امروز آباد و زیبا و شرایط زندگی هر یک عائله باز هم بهتر می گردد. ما در جریان سفر کاری به ناحیه‌های وادی از جمله ناحیه رشت در مراسم افتتاح ده‌ها انشاءات اجتماعی اقتصادی، بناهای تعلیمی زمانوی، مؤسسه‌های معاصری، خدمت‌رسانی طبی، بناهای معماری و استقامتی و مرکزهای تجارتی و خدمت‌رسانی شرکت نمودیم. امروز علاوه بر انشاءات نوبنیاد ذکر شده در مرکز ناحیه رشت میدان نشان و پرچم دولتی افتتاح گردید که مرکز ناحیه را خیلی آباد و زیبا گردانیده است. خاطر نشان می نمایم که در بنیاد انشاءات جشنی صاحبکاران بانگ ناموس و ساکنان وطن دوست ناحیه سهم نظررس داشتند که به همه آنها منتداری صمیمی بیان می نمایم. طبق نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رشت بنیاد و تجدید 307 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز کارها در 131 انشاءات به انجام رسانیده شدند که 43% نقشه را تشکیل می‌دهد. ضرور است که کارها را در انشاءات باقی مانده وسعت بخشیده
به استفاده دادن آنها در مهلت‌های مقرر گردیده و با صفت بلند تامین کرده شوند. برای تامین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی نایه در زمان صاحب استقلالی بیش از 2.7 میلیارد سامانی از جمله از بودجه دولتی 1 میلیارد سامانی روانه گردیده است. علاوه بر این در حدود نهایت 25 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 500 میلیون سامانی به انجام رسیده. تطبیق باز 6 لایحه ادامه دارد که در دایره آنها تا امروز 123 میلیون سامانی افزود کرده شده است. حالا یکی از لایحه‌های کلانترین برای ناحیه‌های وادی رشت بنیاد راه راغون آبیگرد نورآباد تطبیق شده ایستاده است که شاهراهی بین‌المللی بوده بنیاد آن مطابق به طلبات معیارهای معاصر جهانی عملی می‌گردد. در دایره لایحه مذکور تا آخر سال 86 کیلومتر راه با معیارهای جهانی و با ارزش عمومی 4.3 میلیارد سامانی بنیاد و به استفاده داده می شود. به استفاده دادن این راه حمل و نقل بی‌ممانعت مال و محصولات و رفت آمد مسافران را بین ناحیه‌های وادی رشت و مرکز کشور در 4 فصل سال تامین کرده به رشد استحصالات و خدمت رسانی بخصوص سیاحی، افزایش صادرات محصولات و تأسیس جاهای نو کاری تکانی جدی می باشد. در برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه رشت برای سالهای 2021 و 2025 عملی سازی 256 لایحه با مبلغ 393 میلیون سامانی پیش بینی گردیده. کارها در 202 لایحه به انجام رسانیده شدند که 79% نقشه برنامه را تشکیل می‌دهد. این البته خیلی کار خوب است. برابریت ناحیه ضرور است که در همکاری با وزارت اداره‌ها و با جلب بخش خصوصی اجرای لایحه‌های باقی مانده برنامه را در مهلت‌های مقرر گردیده تامین نمایند. برای باز هم بهتر تامین نمودن اهالی و کارخانه‌های ناحیه رشت با نیروی برق تا امروز 2 نیروگاه برقی آبی با مبلغ 46 میلیون سامانی ساخته به استفاده داده شده است. همزمان با این در ناحیه تطبیق لایحه جاری نمودن نظام الکترونی نظارت و به حسابگیری نیروی برق با مبلغ 42 میلیون سامانی پیش بینی گردیده است که با بلند برداشتن صفت تأمینات برق و کم کردن تلفات آن مساعدت می‌نماید. در 15 سال اخیر با اهالی ناحیه 811 گکتار زمینی نزد یاولگی جدا گردیده. زیاده از 3.5 هزار عائله با قطعه زمینی نزد یاولگی تامین شده است. ناحیه رشت یکی از ناحیه‌هایی میباشد که در سمت کشاورزی امکانیت و ذخیره‌های زیاد، دهقانان اصیل صاحب تجربه و عموما مردم زحمتکش دارد. نشان دهنده‌های در زمان صاحب استقلالی به دست آورده کشاورزان و اهالی ناحیه گواهی این گفته ها می باشد. حاضرین گرامی، ساحه معارف یکی از ساحه‌های مهم و افضل‌الناک سیاست حکومت مملکت به شمار رفتند. با آن همچون زمینه استراتژی رشد نیروی انسانی و عامل مهمترین رشد دولت و جامعه اعتبار جدی داده می شود. در دوام سالهای صاحب استقلالی در ناحیه رشت 125 بینای نوین تعلیمی برای بیش از 23 هزار خواننده ساخته به استفاده داده شده است. من خوب در یاد دارم زمان اولی سفر کاری هم به ناحیه کودکان در وگان ها بودند تعلیم می گرفتند. کودکان و نورسان ما در ناحیه رشت حتی در خانه های استقامتی تحصیل می کردند. 125 مؤسسه تعلیمی در یک ناحیه بنیاد کردن این کاری آسان نبود.
و حالا هم بنیاد کردن ما در کار. اینچنین در سال جاری با 13 بنای نوی مؤسسه تعلیمی و بنای اضافی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای 5350 خواننده به استفاده سپرده می شود. در جریان سفر کاری امروزه ما 4 بنای نوی مؤسسه تعلیمی برای 2000 خواننده به استفاده داده شد. با مقصد آماده نمودن کادرهای بلند احساس برای ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه رشت در دوره صاحب اصلاحی کشور طبق کارت پرزیدنتی 573 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی از جمله 353 نفر دختران با مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کشور قبول گردیدند. برای به تحصیلات عالی کسبی بیشتر فرا گرفتن جوانان ناحیه‌های منطقه رشت محض در زمان صاحب اصلاحی کشور سال 1992 در شهرک نوآباد فیلیال دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تشکیل گردید. سال 2013 در ناحیه دانشکده آموزگاری تاجیکستان تأسیس داده شد که حالا در آن 2500 نفر دانشجویان در شرایط و امکانیت‌های بهترین تحصیل کرده ایستادند. با وجود این ضرور است که رهبریت ناحیه یکجا با وزارت مالی و این همکاری را با بخش خصوصی وسعت بخشیده جهت جلب سرمایه برای بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی و حل دیگر مشکلات موجوده ساحه چاره‌های ضروری اندیشید. امروز ما در ناحیه بنای نوی مرکزی خدمت‌رسانی مادر کودک را که با تجهیزات طبی معاصر مجهز گردانیده شده است به استفاده سپاریم. اینچنین بناهای بیمارخانه مرکزی و مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه بعد از تعمیر و از نوسازی با مبلغ 90 میلیون سومانی مورد بهره برداری قرار داده شدند. انشاءات ذکر شده از جانب حکومت مملکت با مبلغ زیاده از 100 میلیون سومانی بنیاد و از نوسازی گردیدند. در برابر این تأکید می‌نمایم که در نهایت تا حال نارسایی متخصصان بلندساز طبی مشاهده می‌گردد و این مسئله باید هرچه زودتر برطرف کرده شود. هموطنان عزیز، جشن استقلال دولتی جشن هر یک فردی با ننگ و ناموس و هر یک شخصی وطن دوست و وطندار می باشد. برای استقبال سزاوار این جشن بزرگ تاریخی مردم شرفمند ناحیه رشت در عملی نمودن کارهای زیاد آبادانی و بنیادکاری دیار خود و وطن عزیزمان تاجیکستان سهمی ارزنده گذاشتند که برای انجام این عملهای نیک و همه آنها منتداری صمیمی بیان می‌نماییم. هموطنان عزیز، ما امروز در یک جای دوردست کوهستان وطن ما قرار داشتیم. در قسمت جماعت نوآباد در یک دهه دوردست یک مؤسسه نوی تعلیمی که از جانب یک قهرمان ملت محب باباجان با همراهی 7 فرزندش یک مؤسسه تعلیمی زمانوی خیلی با طرح زیبا ساخته است برای 1240 خواننده با شرایط درجه عالی. در خود همین دهه 300 عائله زندگی میکند. آنها در سالهای نزدیک یک مؤسسه زمانوی نوی تا مکتبی برای 300 کودک بنیاد میکنند و به استفاده میدهند. احسن. فرزند دیگرش را بنیاد کرده ایستاده است که قسمت دیه‌های جماعت دیهات نوآباد و جماعت باقی رحیم‌زاده و دیگر دیه‌های محله را بعد شهرهای دوشنبه، رشت، نورآباد، لشت پیوست کنند. 40 کیلومتر مسافت را خودشان ساخته ایستادند. حساب خودشان.
با سطح بین المللی چگونه ما رحمت نگوییم با چنین پدر با چنین مادر که چنین فرزند را تربیت کرده به وایه رساندند و برای پیشرفت و آبادی دولت وطن عزیزشان زحمت بکشند. از ناحیه رشت صاحبکاران خیلی موفق در کشورهای خارجی کار و فعالیت زندگی میکنند. بیایند زمین گیرند، تکنولوژی بیارند، اقلا کارخانه کردی استحصالی مهیا کنند، در زادگاهشان کارکرد محصولات مخصوص میوه و سبزیجات، عسل، گیاه شفا بخش خیلی زیاد است امکانات ها. وطن یکی است. ما باید تماشابین از دور نباشیم، کوشش کنیم ذره هم باشد خدمت کنیم، حصه‌گزار باشیم برای پیشرفت و آبادی این وطن اجدادی. من مقایسه میکنم سفرهای اولین خود را به ناحیه‌های وادی رشت به یک دهه مانند بودند. امروز مرکزی ناحیه رشت به یک شهرک زمانوی تبدیل یافته است، لیکن باز هم آباد کرده مونده. ما برای خودمان آباد میکنیم، برای فرزندان خود، برای نبیره‌های خود، ابیره‌های خود، برای نورسان جوانان امروزه که با آنها یک ملک آباد، یک وطن آباد میراث گذاریم بعد سری خود. همین از دولت داره. من باوری کامل دارم تاجران صاحبکاران از وادی رشت ننگ و ناموس دارند، فرزندان خیلی اصیل هستند، برای پیشرفت و آبادی وطن خود نیز حصه‌گزار میشن. ما و شما باید کارهای آبادانه را وسعت بیشتر بخشیم و در خاطر داشته باشیم که آبادی وطن از خانه و در هر یکی ما آغاز میشه. ما تاجیکان تجربه دیرینه اجدادمان را برای تازه و آزاده و آباد و زیبا نگاه داشتن کوچه و خیابان، محل زیست، دیه و شهرک و دیار خود باید همیشه رعایت نماییم، همچنان که امروز کردیم در 5 ناحیه. این در فرهنگ ما شماست. ملت تاجیک ملت فرهنگی است. این معنای خیلی بلند را دارد. یعنی ملت وقتی فرهنگی است، همون تازه و آزاده کاری از خانه کاشانه خودمان سر کرده کوچه و محل و شهر و دیه خود را آباد کردن است، تازه و آزاده نگاه داشتن است. بسیار خوب. همین انعنه را نگاه داشتنمان در کار. آبادی تاجیکستان هر یک عائله به نقشه گیرید، در 1 سال نمیشه، در 4 سال، 5 سال، 6 سال، نوبت به نوبت خانه و در خودتان از نو بنیاد کنید، سازید، آباد کنید. اگر هر یک عائله خانه و در خودش بنیاد کند و سازد با طرز زمانوی برای خودش، برای فرزندانش، تاجیکستان میشود آباد. مقصد ما همین است. بعد آباد کردی، بنیاد کردی، شرایط درجه بلند زندگی را برای خودت، برای فرزندان مهیا کردی، مرحمت، سفرهای سیاحی میروید، از دنیا یک چی بهره برید. مردم تاجیکستان من شما را صدقاً دوست می‌دارم، از جان خودم زیادتر دوست می‌دارم. من راه نشان داده ایستادم که آباد بشود. من میخواهم که ملت ما هم باز از صد و صفت زندگی بلند داشته باشیم. اگر همین سپارش های ما، همین پیشنهادهای ما را شما دستگیری کنید، میبینید که بعد 4-5 سال عموما سیمای تاجیکستان کلاً تغییر می‌یابد و صد و صفت زندگی مردم ما خیلی بلند میشه. دولت، وطن این از ماست. با امید کسی نشوید که آمده خانه و در ما را میروند، بنیاد میکنند، میسازند. همین که سالها 100 سالها گذشت نکردند،
نمیکند یگان کس. با امید یگان شخص بیگانه نشوید. وطن ما شما. ما خودمان زحمت کشیده همه مشکل‌های بودگی را پس سر کرده مادرکار بنیاد کنیم، سازیم، آباد کنیم. با فرزندانمان، نبیره ابیرهامان یک ملک آباد مونه میراست. آنها باز ادامه دیان میشد دولت به قطار کشورهای متمدن بارید. هدف مقصد همین است. تاجیک کجای خانه سازد اول نهال میشاند به خانه میسازد. همه سرسبز است، همه در درون باغ است. من از شهر دوشنبه با شرمان تا نایه لخش پرواز کرده با برگشتم. احسن به مردم وادی، احسن. انا همینم فرهنگ است، انا همینم تاریخ باستانی ملت تاجیک است که مدنیت ساده برای زمینه میداند. همه دیها سرسبز است، خانه ها در بین باغ ها، خانه را دیده نمی شود. چقدر زیبا است این، چقدر طبیعت را زیبا میکنند، محیط را زیبا میکنند، دولت را زیبا میکنند. احسن و آفرین. همچنین بار دیگر خاطر رسان می سازم که با در نظر داشت وضع بسیار ناآرام جهانی معاصر، خصوصا تغییریابی با صورت اقلیم و پیامدهای ناگوار آن، کمابی و خشکسالی پی در پی و آفتهای طبیعی، باید هر یک عائله در فکر استحصال محصولات و ذخیره 2 ساله مواد غذایی باشد. باز تکرار میکنم که ناحیه رشت برای استحصال محصولات از لحاظ اکولوژی تازه از جمله کارتوشکا، میوه، عسل، اینچنین کارکرد و صادرات محصولات، رشد هنرهای مردمی، کاسبی، رشد سیاحی و با همین راه باز هم برابر داشتن سطح و صفت زندگی هر یک عائله امکانات‌های فراوان دارد. فراموش نکنید که شما در سرگه آب قرار دارید. در بسیار منطقه‌های دنیا دریاها خشک شدند. صدها هزار گکتار زمین‌ها حاصلات خشک شدند. در بعضی کشورها قیمت آب از سوزشواره 10 برابر بالاتر رفته است. ما شکرانه کنیم که در چنین وطن بی‌شناس زندگی میکنیم. ما باید از این آب و زمین ثمرناک استفاده بریم و شکرانه آن را کنیم که چنین وطن بی‌شناسا داریم. ما و شما باید حس بلند ملی داشته باشیم، وطن دوست و وطن پرست باشیم. همیشه برای آبادی وطنمان و پیشرفت دولتمان تلاش و کوشش کنیم و به تربیت فرزندانمان یعنی نسل‌های آینده ساز اعتبار اولین درجه ظاهر نماییم. باور دارم که مردم وطن دوست نویه برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن دیار خود و تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلالمان منبع نیست سعی و تلاش وطن دوستانه را ادامه می‌دهند. جشن مقدس و مبارک استقلال و آزادی وطن را به تمام ساکنان مملکت، به تمام ساکنان شرفمند ناحیه و همه شما حاضرین گرامی بار دیگر تبریک میگویم و به خاندان هر یک شما صلح و آرامی، سلامتی، اقبال نیک و فیض و برکت آرزو می نمایم. همیشه تن صحت و سربلند باشید همدیاران عزیز.